دستجمعانه، گروهی، تشکیلاتی، شورایی، جماعتی کار کردن رو بیاموزیم. اگر نه هنوزم در همون هوا و هوس فردی و منمنی و من از همه بالاترم، از همه زورترم، از همه داناترم، یکی رو با نصیحت، یکی رو شانتاژ، یکی رو التیماتوم، یکی رو با شکل‌های دیگر اگر رفتار کنیم، یکی از افغانستان، یکی از سوریه، یکی از اروپا، یکی از روسیه، ما به جای نخواهیم رسید. اما این رو هم بگویم که ملت به یک جا بعد میرسد. ملت دیر یا زود بالاخره به یک نتیجه، به یک پیروزی میرسد. اما خود رفت مبارزه این گونه گروه ها، این گونه افراد را آهسته آهسته فیلتر کرده پرتوفتن میگیرد. ما در تجربه گذشته دیدیم، در تاریخ همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این را سنجیدیم، در تاریخ دیگر مبارزه دیگر ملت ها، دیگر گروه ها این را دیدیم و در همین تجربه 7-8 سالی هجرت خودمون را هم دیدیم که رفت مبارزه افراد رو فیلتر میکند، هر کس رو در جای خود میگذارد. کسی آماده هست، توان این را دارد، فرهنگ این را دارد که دست جمعانه در قالب یک گروه، جماعت با هم مبارزه را ادامه بدهد. ملت، کشور مبارزه او را خواهد پذیرفت، در بغل خودش، در دامن خودش جا خواهد کرد، اون حتما جا پیدا میکند. اما کسانی که نه، خب پیشتر هم گفتن، یا با طبیعت شخصی، یا با یگان هوا و هوس، یا با مصلحت و مشورت کسی از بیرون، بعض دوستان و برادران آمدن آشکار گفتن که با ما از بیرون گفته شده است، خب گفتن که وعده کردن اگر بیاین که این رفتارها را کنید، این کارها را کنید، ما هستیم. ملت، مبارزه و خود رفت حادثه ها این گونه افراد را آهسته آهسته فیلتر میکند، آهسته آهسته از اون بدنه ملت نمیگم میپرتاید، نه، در جای خودش میگذارد. ما اگر همین تاریخ نهضت هم ببینید، در همین 30-40 سال مبارزه اخیر، من حالا اون 10 سال اول که یک اولی کار بود، خیلی یک حالت فضای معنوی و روحی و دیگر بود. اما از هجرت اول افغانستان شروع کرده، از همون روزای اول هجرت افغانستان تا این روز در نهضت ما این وضعیت هست. این اختلافات، گروه ها، نمیدونم، همه چیز را داشتیم. شخصی نام ها عوض شده ایستادن، اما روش و رفتار عوض نشده ایستاده است و این را نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه را دارد و از همه مهمش میداند که چگونه این روندها را مدیریت کند و تا اینکه نه به بدنه نهضت ضربه برسد، نه به مبارزه ضربه برسد، نه به ملت ضربه برسد.